چگونه اسرائیل همزمان جان میلیون ها انسان را میگیرد؟ رازی از دنیای نادیدنی. سلام، به کانال نور میدیا خوش آمدید. برای اینکه از ویدیوهای بعدی ما نیز با خبر شوید، کانال ما را سابسکرایب کنید و گزینه نوتیفیکیشن را فعال کنید. در دل شب، وقتی سکوت همه جا را فرا گرفته و تنها صدای نفسهای خواب رفته انسانها شنیده می شود، در گوشه گوشه این زمین بزرگ ارواحی آرام آرام از جسم جدا می شوند. شاید در همین لحظه در جایی از دنیا کودکی تازه متولد می شود و در جای دیگر انسانی آخرین نفس خود را می کشد. اما پرسش بزرگ این است: چگونه اسرائیل می تواند در یک لحظه جان هزاران انسان را در سراسر زمین بگیرد؟ برای درک این راز باید فراتر از زمان و مکان بیندیشیم. زیرا در عالم فرشتگان آنچه برای ما دور است برای آنان فقط یک نفس فاصله دارد. قرآن و روایت ها می گویند اسرائیل تنها یک موجود محدود نیست، بلکه او و لشکری از فرشتگان زیر فرمانش مأمور گرفتن جانها هستند. در لحظه ای که اجل هر انسانی فرا می رسد، فرشتگان قبض روح در هر نقطه از زمین حاضر می شوند، به هیچ تأخیر و به هیچ اشتباه. در کتاب ها آمده است که اسرائیل به امر خداوند روح را نه با خشونت بلکه بر اساس حال و ایمان صاحبش می گیرد. برای نیکان همچون نسیمی نرم است که چراغی را خاموش می کند و برای ظالمان چون طوفانی سهمگین که همه چیز را از ریشه می کند. اما آنچه شگفت‌انگیز است درک ما از همزمانی است. ما انسان‌ها در بند زمانیم. یک لحظه برای ما یعنی چند ثانیه، چند تپش قلب. اما در عالم ملکوت زمان معنای دیگری دارد. آنجا گذشته و آینده در برابر خداوند چون صفحه‌ای روشن است و اسرائیل در یک اشاره میتواند در شرق و غرب زمین حاضر باشد، نه به صورت جسمی بلکه به فرمانی از نور و قدرت. روایتی میگوید که وقتی پیامبر صلی الله از اسرائیل پرسید چگونه جان این همه انسان را در یک لحظه میگیری؟ اسرائیل پاسخ داد: ای رسول خدا، جانها در برابر من چون دانه های گندم در کف انسانی است. هرگاه خدا بخواهد آنکه زمانش رسیده باشد را بر می دارم. تصور کن در همین لحظه که تو این ویدیو را می شنوی یا می بینی، در گوشه ای از جهان انسانی چشم از دنیا می بندد و در گوشه دیگر کودکی نخستین گریه اش را سر می دهد. زندگی و مرگ در یک لحظه در کنار هم می رقصند و در میان این چرخه بی پایان اسرائیل آرام و بی صدا مأمور اجرای فرمان الهی است، نه دشمن انسان بلکه یکی از نشانه های نظم و عدل خداوند. شاید ما از مرگ می ترسیم چون آن را پایان می پنداریم، اما اسرائیل در حقیقت دروازه‌بان آغاز است، آغازی برای جهانی دیگر، جهانی که هیچ کس هنوز باز نگشته تا برای ما تعریفش کند. پس هر بار که نام او را میشنوی و یاد داشته باش او نیامده تا چیزی را از ما بگیرد، بلکه آمده تا ما را از قفس جسم به پرواز روح برساند. او نه سایه تاریکی بلکه پیام آور نوری است که از این دنیا فراتر می رود و شاید در لحظه‌ای که چشم می بندیم صدایی نرم در گوشمان بگوید زمان بازگشت فرا رسیده است.